مامان چی کار داری میکنی؟ بیزارم مگه نمیبینی چقدر غذا درست کردن؟ اینا میمونه اینجا خراب میشه، میبریم خونه گرم میکنیم میخوریم. رستوران سلف سرویس دیگه، بایدم این همه غذا درست کنن. سالات ریختی بر خودت؟ آره. کی سری کول باش، کاهو خیار خونه هم داریم، کباب بخور. اینا رو میبرم خونه، موقع سریال خانم گازی با چای میخورم. بیا پسرم این لقمه رو بخور، شدی پوست و استخون. نه ممنون. مامان جان ایشون لطف کردن اینجا وایسادن اگه چیزی نیاز داشتیم برامون بیارن. پس پسرم یه شربت اشتها برام بیار، میدم باز اینا رو بخورم. مامانم شوخی میکنه، بفرمایید شما. بسم الله چرا داریم میچرخیم؟ اینجا رستوران گردون برج میلاد دیگه، بایدم بچرخه. دلل خالق به حق چیزای ندیده و نشنفته. ما رو چرا برداشتی؟ سرویس قاشق چنگالم ناقص شده، اینا رو میبرم میذارم جاش. وای حیثیتمون رفت، این چیه دیگه؟ وزیر نزن، میخوام پور کنم بیبرم واسه خالت. آقا بی زحمت کوبی دود زیسکیک و شارژ کنید. Smoke weed every day.